اخیراً در تالار موزه بریتانیای شهر لندن نمایشگاه نوی راه ابریشمی باستانی افتتاح یافت. مؤلفان نقشه دارند که نگاره‌های از عصرهای پنجم تا دهم میلادی را به نمایش گذاشته، مهمانان را نه تنها به رشد این راه پیوست کننده شرق و غرب در عصرهای میانه، بلکه فرهنگ و تاریخ ساکنان این منطقه بزرگ جلب کنند. مسئول نمایشگاه سیو برانینگ میگوید در نمایشگاه یک مجسمه خرد بودا جای داده شده است که 1000 سال پیش در قلمرو پاکستان امروزه ساخته شده در یکی از جزیره‌های شویتسیا کشف گردیده است. به قول نامبرده، راه ابریشم با تجارت غرب و شرق محدود نشده، شمال و جنوب را هم در بر می‌گرفت. در ابتدای نمایشگاه لوحه باستانی سواره فیل است که احتمالاً در عصر هفتم میلادی ایجاد شده در عصر گذشته هنگام حفریات در دیوار قلعه ورقشه بخارا کشف شده است. نکته دیگری جالب این است که با کمک همکسبانمان در تاجیکستان و ازبکستان یک عده نمونه ها از هنر سوغدیان برای اولین بار در بریتانیا نمایش داده می شود. به فکرم مهمانان نمایشگاه است تماشای نقاشی 6 متری معروف با نام تالار سفیران که یک نمونه رنگارنگ و خاطرمان دوران باستانی می باشد حلاوت خاص خواهند برد. این نقاشی در دیوار قلعه در سمرقند ازبکستان کشف شده است. پاره از نقاشی یاد شده در جلد کتاب تاجیکان باباجان غفروف هم جای داده شده است. آن را در سال 1965 هنگام حفریات در تپه افراسیاب سمرقند در دیوار جنوبی قلعه کشف کرده بودند. همین گونه مهمانان نمایشگاه امکان خواهند داشت که نمونه‌های نادر از موزه‌های شتلندیا، هندوستان، سوریه و کشورهای دیگری روی عالم را تماشا کنند. نمایشگاه تا ماه فوریه سال آینده دوام خواهد کرد.